أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر از اهداف سوره نصر مدنی بیان سرانجام اسلام، پیروزی و فتح و این سوره به نزدیکی پایان عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز اشاره میکند. اذا جاء نصر الله والفتح، چون نصرت الهی و فتح فرا رسد، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آنگاه که پیروزی الهی برایت علیه دشمنانت قریش به ظهور آید و مکه بر تو گشوده شود. نصر عبارت از تأییدی است که دشمنان به آن مغلوب گردیده و مسلمانان بر آنان برتری پیدا کنند. فتح گشودن دیار دشمنان و ورود به خانه هایشان و نیز گشایش دلهایشان برای پذیرش حق است. پس فرق در میان نصر و فتح این است که نصر همچون سببی برای فتح می باشد. از این جهت ابتدا نصر ذکر شد و سپس فتح بر آن عطف گردید. سوره نصر مدنی است و دارای 3 آیات است. وجه تسمیه این سوره بدین سبب نصر نام گرفت که با این فرموده خدای تبارک و تعالی اذا جاء نصر الله والفتح افتتاح شده است و مراد از آن فتح مکه مکرمه، یعنی همان فتح اکبری است که فتح الفتوح نام گرفت. چنانکه این سوره به نام تودیع نیز نامیده می شود از آن روی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از نزول آن فقط 70 روز زنده بودند و در ربیع الاول سال 10 هجری به رحمت حق پیوستند. ابن عباس رضی الله عنهما میگوید این آخرین سوره قرآن کریم از نظر نزول است. ابن عمر رضی الله عنهما میگوید این سوره در میانه ایام تشریق بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل شد. پس دانستند که این پیام وداع است و آنگاه سوار بر ناقه قصوای خطبه مشهور خیش را که حجت الوداع است ایراد نمودند و راجع به فضیلت آن در حدیث شریف آمده است اذا جاء نصر الله معادل ربع قرآن است. اما بنابر قول دیگر این سوره قبل از فتح مکه نازل شد و از فتح مکه قبل از وقوع آن خبر می دهد که این خود معجزه از معجزات نبوت می باشد. اما رازی رحمه الله این قول را صحیح تر می داند. در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که فرمود چون سوره نصر نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند با نزول آن خبر مرگ من به من داده شده است. اصحاب رضی الله عنه نیز این بر این معنی متفق القول هستند. و ایشان این معنی را از آن روی دانستند که امر مطلق به تسبیح، تحمید و استغفار دلیل بر آن است که کار ابلاغ دعوت به اتمام رسیده است و این خود اقتضا میکند که پیام آور حق صلی الله علیه و سلم از این دنیا رخت سفر بربندد. روایت شده است که چون این سوره نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و سلم خطابه ایراد کردند و در آن فرمودند همان خداوند بنده ای را در میان دنیا و میان آخرت و لقای خویش مخیر گردانید. پس لقای خدا را انتخاب کرد. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و ببینی که مردم فوج فوج در دین الله درآیند، یعنی ای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام رسیدن نصرت و فتح مردم اعم از اعراب و غیر آنان را میبینی که گروه گروه دسته دسته به دینی در بیایند که خداوند جل جلاله تو را بر آن مبعوث کرده است. بعد از آن آنها یکی یکی یا دوتا به دین حق داخل می شدند. نقل است وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کردند اعراب گفتند اما اکنون که محمد صلی الله علیه و سلم بر اهل حرم غالب و پیروز شد، در حالی که خداوند جل جلاله ایشان را از هجوم اصحاب فیل در پناه خود داشت، این خود برهان روشنی است بر این که محمد صلی الله علیه و سلم بر حق است و شما علیه و قدرتی ندارید.
لیزا از ستیز و مقاومت دست برداشته و در مجموعه های بزرگ گروه و دسته به یکی بعد از دیگری به اسلام وارد می شدند. و موجی روی کرد به سوی اسلام چنان بود که یک قبیله تماما به یک بار در اسلام داخل می شد. جمهور فقها و بسیاری از علمای کلام برانند که ایمان مقلد صحیح از زیر را حق تعالی بر صحت ایمان این افواج مردم که ایمانی تقلیدی بود حکم کرد و آن را از بزرگترین احسانهای خود بر پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برشمرد و اگر ایمانشان صحیح نمی بود در این مناسبت از آن یادی نمی کرد. فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. پس به حمد پروردگار خود تسبیح بگوی. این آیه امر به تسبیح گفتن برای پروردگار متعال و ستایش برای وی را با هم جمع کرده است. تسبیح گفتن برای پروردگار متعال از خوشحالی آن حضرت صلی الله علیه و سلم نسبت به رخدادهای عظیم پیروزی خبر می دهد که حتی به فکر ایشان و به فکر احدی از مردم خطور نمیکرد و حمد و ستایش حق تعالی در برابر صنع زیبا و رفتار روح افزایش با پیامبرش صلی الله علیه و سلم و منت عظیم وی بر ایشان در نصر و فتح ام القری می باشد و از او آموزش بخواه برای لغزش هایت به عنوان نوع تواضع و فروتنی برای حق تعالی و کوچک شمردن و اندک دانستن عمل خویش و نیز برای آموختن این امر به امت طاهر آینه الله هموارت و بپذیر است. یعنی از شأن وی این است که بر آمرزش خواهان توبه بپذیرد و بر آنان به رحمت بازگردد. در حدیث شریف بر روایت عایشه رضی الله عنها آمده است که بعد از آن که سوره اذا جاء نصر الله والفتح بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل شد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم هیچ نمازی را نمی‌خواندند مگر این که در آن می‌گفتند سبحانك ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی. پروردگار پاکی تو راست، همراه با ستایشت بار اله بر من بیامرز. همچنین عایشه رضی الله عنها میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم در رکوع و سجده خویش بسیار میگفتند سبحانك اللهم و بحمدک اللهم اغفر لی. در حقیقت این شیوه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تفسیر عملی این آیه از قرآن کریم است. بخاری و دیگران از ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول این سوره روایت کرده اند که فرمود عمر رضی الله عنه مرا با بزرگان بدر به مجلس خویش فرا خواند، اما گویی که برخی از آنان از این امر در اندرون خویش دغدغه می یافتند، یعنی ناراحت بودند. روزی عمر رضی الله عنه بزرگان بدر را به مجلس خویش فرا خواند و مرا نیز به آن مجلس وارد کرد. من از این فراخوانی وی دریافتم که عمر رضی الله عنه امروز دیگر مرا به ایشان فرا نخوانده است مگر به این هدف که فضل مرا به آنان نشان دهد. پس رو به آنان نمود و گفت در تفسیر این فرموده خدای عزوجل اذا جاء نصر الله والفتح چی میگوید؟ برخی از ایشان گفتند خدای عزوجل در این سوره به ما دستور داده است که تا بعد از آن که ما را پیروز کرد و فتح را نصیب ما گردانید او را ستایش گفته و از او آموزش بخواهیم. برخی هم سکوت نمودند و چیزی نگفتند. آنگاه عمر رضی الله عنه رو به من کرد و فرمود ای ابن عباس آیا تو نیز چنین میگویی؟ گفتم خیر، بلکه نظر من این است که این آیه به فرا رسیدن اجل رسول خدا صلی الله علیه وسلم اشاره دارد، یعنی خداوند جل جلاله با نزول اذا جاء نصر الله والفتح ایشان را از نزدیک شدن وقتی رحلتشان آگاه کرد و فرمود آمدن نصرت و فتح علامت فرا رسیدن اجل توست. فسبح بحمد ربک، آنگاه تسبیح بگوی همراه با ستایش پروردگار خویش و از او آمرزش بخواه زیرا او بسی توبه پذیر است. عمر رضی الله عنه فرمود من نیز به جز آنچه تو گفتی وجه دیگری برای نزول آن نمی‌بینم. صدق الله العظیم.